خانه‌دار شوی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سن 25 سالگی به حضرت خدیجه خانه‌دار شد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با مالهای خدیجه با همراهی غلام خدیجه میسره به سفر تجارت به سوی شام برآمدند، میسره صدق و امانت پیامبر صلی الله علیه و سلم را دید و پس از برگشتن همه آن صدق و امانت پیامبر صلی الله علیه و سلم را در نزد خدیجه قصه کرد. خدیجه بعد شنیدن از صدق و امانت پیامبر صلی الله علیه و سلم به خلاصه آمد که با پیامبر صلی الله علیه و سلم ازدواج کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.